Michel Lepelletier. What can you tell us about him? او اینه. الان خیلی راحت رفت اونور میکشمش. اینم از این. Only then, when he's executed like a common villain, will we show the world Jacques de Malay's great truth. The vote stands at 360 for execution to 360 for clemency. Execution. پلتیر سیر دست توماس ژرمان بود. توماس ژرمان اینجاه. الان باید بریم دنبالش. اوه بچه لو رفتیم. Hello, Arno. اوه شاه بچه شاه رو دارن اعدام میخوام بکنن. سب کن. He's gone. Damn it! Our one chance isn't yours to save. What are you saying? I'm willing to risk everything to put Jaha down. If you don't have the stomach for revenge, I don't need your help. What in God's name happened at the In light of these actions, I find I have no choice but to call for a vote of expulsion. Master Ben Arno Dorian, you are attainted. Your rank and title are stripped from you, and you are hereby exiled from the Brotherhood of Paris. ما رو از انجمنم انداختت بیرون. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به کانال ما. من اومیسم. ما تا قسمت قبلی تا اینجای نقشه اومدیم و از اینجا به بعد رو گفتیم که قراره دوباره ویدیوشو بگیریم. این پارت بعدیشه که ما دنبال 11 رو شروع کردیم. خب تو قسمت های قبلی هم تو آنچه گذشت که حالا میبینید ما از همه جا رانده شدیم و الان تک و تنها توی ورسای هستیم و مشروب خوردیم و سرمون گیجه و داریم 1-2-2 میزنیم اینجا. خب حالا با چیکار کنیم؟ حالا با بریم ساعتمون رو که گم شده پیدا بکنیم. اگه قسمت قبل رو ندیدید این بالا لینکش رو واسهتون میذارم، حتما برید ببینید. خب اینجا میگه که ما باید حواسشون رو پرت بکنیم. خب ما از همین اول واسه اینکه چالش رو بتونیم بریم باید بمب گیلاسی بزنیم. خب بچه بمب گیلاسیمون چالشش رو رفتیم. 4 نفر. اوه ایگل ویژن نمیتونیم بریم. ما رو یکی دید. بیاد اینجا من چپکش میکنم. فقط بیاد اینجا. اینم از این. خب بچه ما ایگل ویژن نمیتونیم بزنیم به خاطر اینکه چون سرش درد میکنه، مشروبینا زیاد خورده. خاک بر سر عرقی. الان آهنگ می زدم و لولم رو باید اینجا پلی کنیم. می زدم و لولم مستم و شنگولم. ای وای این یارو رو هم بکشیم. بابا بیا دیگه، داره از من فرار میکنه. اوه همه چی دور سرمون گیج میره. خب این بالا یک نفر بود، ما رو نبینه باعث دنگ و فنگ ما نشه. خب از فرصت استفاده کنیم چمدون رو باز کنیم. چمدون صندوقچه. خب پول آنچنانی هم به اون نداد. فکر نکنم بتونیم از در دیوار بریم. بالا که میتونیم. چه بال تو مستی میتونیم از در دیوار بریم بالا. اوه اگه بیاد بالا بدبخت میشیم بچه. خب این از این فوزدول. مرگ حقت بود. خب قفلو باز کنیم.
باید شراب بدونی تو این حالت هم میخوای باز مشروب بخوری؟ مگه مغزتو خوردی؟ بیا اینو بردار. دبه دبه هم میخوره، کم راضی نیست. او تازه داشتیم فکر میکردیم. خب بچه ما باید این توی تنظیمات این زیرنویس رو آف کرده بودیم واسه یک لحظه، دوباره باید زیرنویس رو برگردونیم. این همون جایه که خونه موسیو دلاسر بود دیگه، این همون جایه. بارونم گرفت، عجب بارونی. به براسری برو، به همون مشروب خونه. واقعا مسته. اصلا تو یه دنیای دیگه. لاتوش کلید پیدا. کلید لاتوش فکر کنم میشه کلید. به نظر میاد یکی دعوا شده. مسیح بازم تو. My father's watch. Have you seen it? I see nothing. Might want to ask one of the four men you picked a fight with. Idiot. اوه دیشب انگار دعوا کرده اینجا. آک بر سرت، مشروب خوردی دعوا کردی؟ خب دوباره رفتیم تو فکرش. You don't want to do that, boy. Piss off, old man. اوه خاک برون سرت. آها قتل، آفرین. خب بعدی کیه؟ این تو دهنت با حالت مستی چه جنگی هم میکنه. خب آها این از این تو شکمت. اوه 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 اوه. اینجا جونمونو نشون نمیدن. اوه عوضی سر ما رو برد و صندلی زد تو سرمون. این آشغال ساعتمونو برداشت. اینو حالا فکر کنم باید پیدا کنیم بکشیمش. تمپلار کثافت. پیدات میکنم. You. Where's your boss? Oh shit. No. Get back here. خب بچه ها الان باید بدو بکنیم. خب از اینجا که مشخصه باید این پشمک رو بگیرم. خب گرفتیمش. چقدر سریع گرفتیمش. مست بودن. بزن صورتش بیار پایین. این سیبیلاش اینجوریه. اوخه مزه داد بهم. عجب بارونی بود ولیا. خب تو اینجای هر چی هست اینجای ما باید اینجا بریم بچه. متاسفانه ما تمام مهماتمونو
خب خیلی باید آروم. قتل با سم. بکنم منظورش این چیز جدیدی که ما به دست آوردیم. اوه هنوز نمیتونی چیز بگیره. خب 4 تا دارم، چیکار بکنم؟ آها یکی دیگه. و بچه خیلی چیزش زیاده، عجب اشتباهی کردم. یکی از اینا دوباره بمیره خیلی خوب میشه. بمیر. عالی شد، عالی شد. بچه عاشق این حرکتم دیگه، اینا خودشون باید خودشونو میکشن. نگاه کنین. من میتونم بعد به اینا تبدیل بشم، البته یه ذره اگه فاصله بگیرن از من. چون که فاصله بگیریم چون اینا نزدیک بشن ما اون تبدیل اون از بین میره. خب ما خیلی ریلکس. اوه اینجا چه خبره؟ بچه این همون قسمت اوله. اینم الیزه. خب بیا. او داره اینجا خاطراتو به یاد میاره. این همون قصری بود که صدای وحشتناک میدن. اوه ببخشید. What can I say? You were always a bad influence. Oh, you were worse. بکنم بچه با بریم پایین. اینو دیگه مطمئنم. حالا با یه دری پیدا بکنیم. مطمئنی با بریم پایین. مجسمه های منشوری دارن اینجا. بی تربیت. برو ور. ولش کن ولش، اصلا سمتی مجسمه ها نریم. سنگین تریم. خب فکر کنم که راه ما یک ذره فرق میکنه. خب باید از بالا بریم چون راهی وجود نداره به نظر من. بالا هم که بسته است. کدوم ور باید لشمونو ببریم؟ ببخشید اینجوری میگم ولی میشه یک راهی برای ما. اینا خب مگه از همینجا اومدم؟ اینجا اومدم؟ نه از اینجا اومدم. خب باید برم اینجا دوباره. شاید از این ور باید برم پایین. نه برم بری پایین راه هست به نظر شما؟ چقدر اینجا رو پیشتر پیچ کردن، پیچیده کردن. یه راه با نشون بده بریم پایین دیگه. مشتی بابا بریم همینجا میپریم پایین بابا. لامصب اینا از کجا اومدن؟ اوه اوه بچه ما متاسفانه هیچی نداریم، یعنی خاک بر سر خاک بر سریم الان. یعنی با خب نرم و نازک، چست و چابک میکشیم تو را به راحتی.
سمور بیا عزیزم اینم نوش جونت. اون یکی کجا بود؟ اوه این بغل بود؟ نیدمش ببخشید. او تو بچه ها اینجا. وای اینا آخه یادش بخیر. اینه تابلو رو برداشتن بچه. این قصر رو به گوه کشوندن. ای آشغالا این قصر خیلی تمیز بود. یادمه اکسپلور. آخه بعد اینجا چیز اومد، الیز اومد و بودو کردن رفتن اونجا. خب فکر کنم دیگه اونور نی. اوه کثافت پیدا کردم. خب اون یکی هیچی. Someone's gotta pay for this. Race? What? Shit. Some bastards screwed up back here. Oh. Wait a second. I know somebody saw something. عوض سی آشغال. بابا تو اونجا چیکار میکنی؟ بیا اینم برای تو نوش جونت. خب بچه ساعت اونو پیدا کردیم. ساعت کو؟ اینجا هم نیست که ساعته. اوه بچه این همون جاییه که موسیو دلاسق رو انداختن کشتنش. لامصب اینجا پر از خاطره های بده. اینم که مسته همش خاطره های تلخ داره یادش میاد. لباسشو کنده ولی هیدن بلیدش هنوز داره. اوه بچه الی ساعت اونو داد. You look like you want something from me. That's a fine thing to say after you up and vanished. You made it fairly clear you no longer required my services. اوه حسابی ناراحت شده. What do you expect me to say, Elise? Forgive me for not letting you die? I'm sorry that I care more about you than about killing Germain. قضیه احساسی شده. I thought we wanted the same thing. What I wanted was you. I can't bear the fact that my carelessness got your father killed. Everything I've done since then has been to fix that mistake and to prevent it from happening again. You must have come here with something in mind. What was it? Paris is tearing itself apart. Germain has driven the revolution to new heights. همونطوری که گفتم ژرمان داره از آب گلالود ماهی میگیره و انقلابو داره میترکونه. What do you expect me to do about it? The Arno I love wouldn't have to ask that question. You're better than this. اوضاع خیلی خیته. میگه با من میای. Are you coming? آرنو الان با کله میاد. There's one last thing I need to do. All right. I'll go see to our transportation. Stay out of trouble. مرض خنده نکنین. خب بچه ها دنباله 11 خاطره ایگو که رفتیم. چالشاش هم همه رو عالی رفتیم. خب دست خوش.
الان دوباره برگشتیم به پاریس و از این گندگویی که توش بودیم در اومدیم، خدا رو شکر. و الان باید بریم و ژغماین رو دیگه باید بکشیم. دیگه وقت مرگ ژغماین رسیده. عوضی گوه زد به همه چی. قشنگ انقلاب رو نابود کرده. نوبت مرگ کیه؟ وای بچه من حس میکنم نوبت مرگ لاتوشه. وای چه حالی میده خدایی. Look what you've gotten us into now. Shut up in there. So, this is what گفتم لاتوشه عوضی. Parasites bleeding the revolution dry. لاتوشه عوضی. آخ منتظر این لحظه بودم. لاتوش. آخ 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 لاتوش، کاری باهات بکنم لاتوش. خب بچه چیه؟ ضربه به سر قتلای کاور کرده. خب ما خیلی ریز و تمیز و سرینتی پیتی. یه ضربه به سر. بیا پایین. خب مجبوریم بیفتیم اونجا چون یه ذره دیگه بری بالاتر تمومه. عالیه. خب یه دونه ماموریت و سالم رفتیم. خب الان با بریم اون طرف. یه میوه پیوه به ما نشون داد. خب بچه اینو میگیرم عوضی دزد. اوه 5000 تا. واقعا هم نیاز بود 5000 تا چون دیگه ما همه دوباره 200 تا ببینیم. خیلی این چیز گرونا. بچه یه کاری که باید بکنیم اینه بذاریم این نزدیک ما بشه. نیا کن. بله قتل کاور کرده. خب یه دونه‌شو رفتیم. حالا باید سعی کنیم قتلای کاور کرده رو کاری کنیم اینا به اینجا بیان. خب این یکی همینجا میخوام کار با یه ذره نزدیک بشه میزنم. یکی تو رو خدا این یکی هم با نشد. خب اون یکی رو بچه ها بالاخره من با چند تا ضربه میتونم چند تا ضربه چند تا جای دیگه برم بالاخره اونو یه کاریش میکنه الان. ولی یه دونه دیگه مونده اونو من ردیف میکنم. ایگل ویژن همیشه اینجا باید سری بزنیم تا از موقعیت تمام سربازای اینجا با خبر بشیم. خب متاسفانه ما باید
کجای این بره؟ اوی اینم از قتل کاور کرده. عالی بود عالی بود خدا رو شکر. اینم اگه بشه زد. نه اینه دیگه نمیشه زد خیلی دوره. تک تیرانداز نیستیم. الان حس میکنم حس که مطمئن شدم دارم میام بالا، ولی فکر نکنم راهی وجود داشته باشه برای بالا اومدن. آره همونطور که گفتم بچه‌ها یه دونه مزاحم اونور داریم، اونا اونجا. وای نمیشه زدش. اشتباه کردم الان تبدیل شدم. خب برو آروم برو دیگه، آروم مثل گاو نپر. دو نفرن لامس. خب بچه از این راحت میشه استفاده کرد. این باعث میشه اینا بمیرن. بگیش کس نخورد یعنی؟ خب این گازو بزنیم این بمیره. عالی شد. اونم اونور بمیره دیگه هیچ غمی نداریم. اون این بزنیم گاز همه رو تموم بکنم، زیاد نیازش نداره. خب عالیه. هرچی بیشتر اینا بمیرن به نفع ماه. عالی شد. خب با گاز همه اینا رو. اینا چی کار دارن دقیقا میکنن این بالا؟ او من یه شلیک کردم دیگه، شما بی خیال دیگه حاجی. واقعا از باگ های یونیتی دارم عذاب میکشم. این باعث میشد ما اینجا دهنمون سرویس بشه. خب همه رو اینجا ترکوندیم. خب اینجا رو باز کنم. عالی شد. خب یه دونه دیگه چیز مونده. خب ما الان میرم بالا. اون یکی هم باید اینم باید چیز کنیم الان. میشه زد؟ آخ اگه میشد زد که چیزی میشد اونجا، جنگی میشد که، ولی حیف که نمیشه زد. ولی اشکال نداره. من با این شمشیر فانتوم سر اینو اول هدف میگیریم. پایینن؟ فکر کنم بالاه. بچه فکر کنم اون بر آدم باشه. آره اوه 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 اوه. بغل چشم ما هم هستش. آخه الان اینجا موقع مجرمه. بهتری موقعیت بچه ها گفتم.
اینه که آب گلالود ماهی بگیریم. خب ما باید تمرکز بکنیم، الکی هدر ندیم، اینجوری نمیشه زد. آره اینجوری این نمیره، نیازش داریم. خب اونم مسموم کردیم. اونم کشتیم بچه ها. موقعی که اینا دارن می جنگن ما حالا باید بریم نمیدونم زندانی ها رو آزاد کنیم، چیکار باید بکنیم؟ دقیقا پایین پای ما آدمه. هلو بیبی زهرمان. It's the watch thief. Well. خب Come to glow. Come to help. The door? One of the guards has a key. Not sure which. باید دزدی کنیم از اینجا. بدبخت شدیم. حالا با کلیدو از اینجا بدزدیم. حالا خیلی هم اینجا اولی این دزده چه ماهره. میم دزده الان میکشمت عزیزم، زیاد نگران نباش. ما رو نبینه. این اینجا اینو بکشیم بچه ها، من میترسم. آفرین. هر نگهبانی که میبینید بدون هیچ درنگی تا چند متریش هم شده بکشیدش، چون یکیشون بفهمه مثلا مثل این ها کنین ایذاره این برتر، چون یه لحظه فهمید یه دید یه جیغ زد، یه داد زد، یه بسار کرد فلان کرد، بفهمه دهن ما سرویس، همه یهو میفهم میریزن سرمون مثل این. همین راحتی. خب الان باید چیکار کنیم اینجا؟ اینا رو آزاد کنیم. یالا چرا رفتی تو؟ Why? Because being a thick-headed man-mountain while doing little enough for your long-term prospects is not actually a capital offense. Huh? Just stay back and let me go first. Next! اوه خود بره اعدام. Don't I know you, boy? I doubt it. اوه I do. You're the town drunk. دستش الکی پشت بسته. I suppose I am, aren't I? خب لاتوش، وقت مرگت رسیده لاتوش. اینم از ضربه نهایی لاتوش کثافت. Fired? But why? Because, Mr. Latouche, your last report contained numerous errors. Sir, I triple-checked those figures. They're not in error. 10,000 خب livres simply رفتیم تو vanished from the خاطرات Majesty's لاتوش. I'm sorry, Latouche. او بچه این لاتوشه، چه خوشگل بود اینجا. Monsieur Latouche, they tell me you're a taxman. مأمور مالیاته؟ Good. I have need of someone like you. چقدر آدم کثیفیه. What's that mean? It means greedy bastards simming for themselves instead of doing their jobs. If you knew half the shit our boss's rats here. Tell me about this boss of yours. اوه چیزه شارل گابریل.
لاتوش اصلا میزان نیست، خلبل میزنه. I'm placing your services at the disposal of our agent on the convention. Lepeltier has its uses, but he's not our only friend in government. Monsieur Latouche, I present to you Monsieur Maximilien de Robespierre. Oh, Robespierre. Understand Versailles is overrun with parasites. رابسپیر عوضی. از رابسپیر هم بدم میاد. تو قسمت های کوآپ میشن خیلی کار انگلوارانه ای کرده. خب آها بچه فرار رو ما با قرار ترجیح میدیم، چون به طرز وحشتناکی اینجا مورد هجوم سربازان دشمن قرار گرفتیم و فرار میکنیم. خب دنباله 11 خاطره 2 هم رفتیم، عالی رفتیم، یعنی قشنگ همه رو پشت سر هم تونستیم بریم. Arnald's domain had some kind of confrontation within the next few months, but we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. اوه بچه‌ها If all goes well, this is your last forced migration. بالاخره رسیدیم به Yeah, and if it doesn't go so well, you could go into Hippocampal shock and take your meals through an IV for the rest of your life. Let's not dwell on that, shall we? میگه ممکنه یه شوک نمیدونم هیروچیچیچی بهمون وارد بشه، از نایمون از اونجا غذا بتونیم بخوریم. بچه این پل سروری سومه که احتمالا میدم پل سروری آخر باشه، چون یه دنباله دیگه از بازی کلا نمونده. بودو پسر بودو آفرین، بودو عالیه. آها بپر بالا، بپر اونور، بپر اینجا. خب یه ذره سریعتر بدویی. پورتال الان به نظرتون بچه کجا میفتیم؟ یعنی خری یا واقعا خودتو میزنی به خر بودن؟ برو بالا با بپریم توش. اوی اینجور چیزایی که نیاز به زمان داره خیلی وحشتناکه. بپر. خب ما برج آزادی رو دیدیم، جنگ جهانی دوم رو دیدیم. به نظرت اینجا دیگه کجا میافتیم؟ اینجا فکر کنم ما رو دیگه مینازن پاریس 2025 مینازن تو باشگاه پاریس سن ژرمن. خب گورستان؟ This might look familiar to you. We're back in medieval Paris. اوه 1394. I suggest you find your way back. ما اومدیم به دوران قرون وسطا. چقدر دیگه اومدیم قدیمتر. خراب کردن فاجعه. خب به عجب، ولی پول سروریش خیلی از خود بازی بعضی موقع بالاتره. عجب جایی خدایی. پاریس دوران قرون وسطا عجب جایی بود خدایی. خب اینا همه مردن. خدا بیام اتاق اصلی خارج شوید. بله قربان چشم. چلمنگ چرا دیدی پایین؟ او از کجا با خارج بشیم و بی پایین دیگه نه؟ اوه صدایی میاد. چه دوران قرون وسطا هم یه جای عجیب غریب. اینا دیگه از اون مگه نباید رفت؟ از اون باید رفت ولی هیچ راهی وجود نداره که ازش بشه خارج شد. وجود داره یا نداره؟ الان ما باید چیکار بکنیم؟
بالا باید بریم؟ نه چی نمیدونم. اینا دیگه بابا اینجا پشت راهی که خلبل میزنم. خب اینا دارن اینجا بیل میزنن. خب بپر. عجب چیزیه خدایی. اوه 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 برو اینور دیگه پسر. وا معدن. خب پناه میگیریم از شر شیطان رانده شده. خب بودو ببینم. عالیه. پر تا سنگ نیومده اینجا ما رو زاغارت نکرده. خب خدا رو شکر رسیدیم به اوه چه خبره؟ وای بودو جان مادرت بودو. او بچه با سری فرار کنیم. این قرمزه داره میاد. بودو پسر بودو. بودو بودو جان ناموست بودو. بودو. خب رسیدیم. خب از این پله باید بریم بالا. اون دوران مگه پل می ساختن؟ خب عجب حرکتی زدی. عالیه. خب بریم. اوه 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 چه خبره اینجا؟ یا ابوالفضل. اوف پشمام حاجی پشمام. عجب چیزی ساختن یا حضرت ابوالفضل. افتادیم تو قرون وسطا. وای عجب جایی افتادیم. وای اوه هدشات کرد ما رو. کجا هم خورد دقیقا؟ الان فرار میکنم نگران نباشید. خب بپر پسر بپر. واه بچه دوران قرون وسطا عجب جنگ وحشتناک و ترسناکی بود. باستیل. او بچه اونجا زندان باستیل بود تو دوران قرون وسطا. من که احتمال میدم همونجا بود. کمپ د مارس 8 ژوئن 1794. خب خدا رو شکر از پل سروری هم نجات پیدا کردیم. اوه نزدیک بود بمیریم. A great deal to be set right. We're no closer to finding Germain. That's not entirely true. I have a name. Who? Robespierre. او رابسپیر. بچه فکر کنم هدف بعدی اون واسه کشتن رابسپیر باشه. ما ببینیم که بله دنباله 11 هم تمام کردیم و دنباله 12. خب بچه ها امیدوارم که تا اینجا کار از بازی قشنگ لذت برده باشید. ما تو این قسمت رفتیم و لاتوش رو کشتیم. یکی از همدستای ژرماین رو دوباره کشتیم و الان یک همدست دیگه براش مونده، رابسپیر. احتمالا رابسپیر هم باید بکشیم و بعد بریم سراغ ژرماین. پارت بعدی قسمت آخر داستانی اساسین کرید یونیتی خواهد بود. من که خدایی خیلی دلم واسه این بازی تنگ میشه. حالا مطمئنم شما هم دلتون واسه این بازی تنگ میشه. واقعا از داستانش لذت بردم. داستانی فوق‌العاده، گرافیکی فوق‌العاده. حالا تو عرصه بازی یه سری باگ‌ها داشت ولی داستان بازی و این کیفیت و گرافیک محشر همه چیزش رو پوشش داد. خدایی من که تا اینجای کار بازی لذت بردم، مخصوصا اون پل سروریا. واقعا مجسمه آزادی، جنگ جهانی دوم و قرون وسطا، جنگای صلیبی محشر بودن، یعنی بی‌نظیر بودن. واقعا من که لذت بردم. امیدوارم که شما هم لذت کافی رو برده باشید.
اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو لایک کنید، اگه کانال ما اگه خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو حتما فشار بدید تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. فعلا خدا نگهدار.